خدایا، ای چاره ساز لحظه های ناچاری، تو بر تمام بنبست های پنهان زندگیم بینایی. خیری که در صندوقچه سینه‌ام می‌تپد پیش از من شنیده ای. مهربانم، تمام امیدم به حجت بی‌زوال توست که فرموده ای من برای تو کافیم، چرا که تمام ذرات عالم لشکریان مطیع تو هستند. طبیعت در دستان تو چون مومی نرم است. تو قانون آتش را شکسته ای تا برای خلیلت گلستان کنی. خدایا، تو برای معجزه و تاباندن نور در اوج تاریکی به هیچ دلیلی محتاج نیستی. بی اذن تو برگی از درختی نمی افتد. پس ای صاحب خانه ابدی قلبم، ای که از من به من نزدیکتری، نفس به نفس همراهم باش که تو خدای منی. آنی مرا به حال خود رها مکن که من بی تو کشتی شکسته در میان امواجم. یاریم کن و تمام ناتوانیم را با قدرتت جبران نما که من تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم.